اشتباه نکنید، این یک کوکی معمولی نیست. یک کوکی فوق‌العاده خوشمزه و پولسازه. کره، شکر قهوه‌ای و شکر سفید رو 1 تا 2 دقیقه با هم میزنیم. تخم مرغ و وانیل رو اضافه میکنیم. در حد مخلوط شدن هم میزنیم. حتما دورگیری انجام میدیم. بیکینگ پودر، جوش شیرین و نمک رو به آرد اضافه میکنیم. با هم مخلوط میکنیم. روی موادمون الک میکنیم. خیلی آروم با دور کم همزن در حدی هم میزنیم که خمیر جمع بشه. خمیر رو داخل کیسه قرار میدیم. نیم ساعت داخل فریزر استراحت میدیم. بعد گلوله های 55 گرمی جدا میکنیم. مرکزش کمی شکلات چیپسی میریزیم. مجددا گردش میکنیم و داخل رینگ تارت 7 سانتی قرار میدیم. 10 دقیقه داخل فر قرار میدیم. بعد مرکزش رو با یه وسیله فشار میدیم که کمی فرو بره. مجددا داخل فر قرار میدیم تا بپزه. بعد از فر خارج میکنیم. بلافاصله مرکزش رو فشار میدیم. بعد از اینکه کمی ولرم شد رینگ رو جدا میکنیم. وقتی کاملا خنک شد داخل حفره 1 لایه کارامل، روی اون لایه شکلات میریزیم. اجازه میدیم تا شکلات ببنده. برای تزیین از نمک دریایی یا پودر فندق استفاده میکنیم.